با بابای من تخم‌مرغ برداشته بود گذاشته بود توی نون داشتم یه های میخوردم دستش رو گاز گرفتم. چی داشتی میخوردی؟ تخم‌مرغ. چی؟ تخم‌مرغ. تخم‌مرغ. بعد اون یکی چی بود اسمه؟ اون یکی چی بود؟ سیب زمینی؟ بگونم بگو. چی دوست داشتی بخوری؟ بازم بابام داشت میومد بهم داشت سیب زمینی داد دوباره با نون داشت دوباره میداد دوباره دستش رو گاز گرفتم. دوباره می‌خواستی چی میداد؟ این آخری چی بود؟ سیب زمینی؟ چی میداد؟ سیب زمینی؟ بابام